بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود به همه شما عزیزان و خوبان. انشالله که همه شی زندگی شاد و سربلند باشید و همیشه در فکر اینی که برای خودتون، برای آیندهتون، برای فرزندانتون راهکارهایی رو جلوی رو بذاریم که اون تاریخ پرمجد و عظمت و با شکوه خودمون رو بار دیگر زنده کنیم. تاریخی که ما در میدان علم و دانش سرآمد بودیم. ملت‌های دیگر برای آموختن علم و دانش به ما و نیاکان ما رجوع می‌کردند. امروز هم با یکی از عزیزانمون از شهر کازرون، از استان فارس، شبه کازرون هم بین شیراز و بوشهر قرار داره. تقریبا از مرکز شیراز حدود 145 کیلومتری فاصله داره. از این شهر زیبا و کوچیک ما یک اندیشمند و دانشمند بزرگی داریم که تقریبا هیچ کتابخانه‌ای در دنیا از کتاب ایشون مستغنی نیست. شاعران در طول تاریخ زبان عربی به خصوص به قاموس ایشون و کتاب ایشون بسیار نیاز داشتند. ایشون یک قاموسی نوشتند به نام قاموس المحیط. این قاموس محیط ویژگی خاصی بر قاموس‌های دیگه داشت. مثلا وقتی که ما در یک قاموس عادی میریم دنبال یک کلمه میگردیم، مثلا میگیم آقا کلمه عین هست، یا هست و نون هست. حالا عین چشم میشه، عین نمیدونم عین خورشید میشه، عین نمیدونم چشمه میشه، فلان میشه. چی هست معنایش؟ خب همه معنا رو ذکر میکنن، اما کجا این کلمه رو من پیداش کنم؟ خب میرم پیش یک قاموس. خب دیگه طبیعی است، باید اول حرف عین رو نگاه کنم، بعد از اون یا و بعد از اون نون که بیاد عین برسیم. ایشون یه قانون دیگه ای گذاشته بودم که اول حرف نون رو برم دنبالش. جایی که نون هست بعد از نون عین و بعدش یا، اون عین رو من میتونم پیدا کنم. واسه چی؟ آخرین حرف رو گرفته بود، چون که قافیه شعر، ردیف و قافیه شاعر در شعر گفتن اون کلمه آخرش واسهش مهم هست که همه به اصطلاح نون باشه، همه عین باشه، همه جیم باشه، میم باشه. خب اینجاست که دیگه شاعر نیاز پیدا میکنه به کلماتی که آخرشون میم هست که همه آخر این به اصطلاح نیاز به یک عقل ریاضی لغتی، هندسه لغت خیلی قوی میخواد. خیلی یعنی اون قاموس‌های دیگه هم کارش آسون نیست. قاموس خیلی کار شاق و پرزحمتی هست، اما این باز از اونها یه مقداری دقیق تره، چون که این یک مقدار تخصصی میخواد که از آقا برو به عقب، از آخر کلمه بگیر. خب این قاموس واقعا نیاز به یک عقل و درایت بسیار بالایی داره که این عقل و درایت رو این عزیز ما داشتن که اسمشون هست ابوطاهر مجدالدین محمد ابن یعقوب فیروز آبادی. فیروز آبادی مشهور است دیگه به شیرازی فیروز آبادی یا ابوطاهر شیرازی فیروز آبادی. و مشهورترین کاری ایشون یا مشهورترین نوشته ایشون قاموس المحیط هست. قاموس محیط در 4 جلد بزرگترین اثر و شاهکار ایشون هست. البته ایشون کتابای زیادی دارن، کتابایی که به اصطلاح مشهور هست، از جمله کتابای فیروز آبادی بزرگ. کتابی هست به نام الروض المسلوف فیما له اسمان الی الوف، چیزایی که به اصطلاح بیش از یک نام دارند، 1000 نام. الدرر المبثثه فی الغرر المثلثه و انواع الغیث الجلیس الانیس.
مقصود ذوی الالباب فی علم الاعراب، اسماء الصراح فی اسماء النکاح. یک همه رو وقتی نگاه میکنید نوشته های ایشون رو بیشتر در علم لغت هست، لغت شناسی، و در بسیار بعضی کتابایی هم در فقه و در احادیث ضعیفه و صلات البشر و فی الصلاة علی خیر البشر، در مسائل اخلاقی، در مسائل ایمانی، در مسائل رقایق کتابایی دارن. اما تخصص اصلی ایشون در قضیه زبان شناسی، علم لغت به معنای معاصر این علم، بسیار زبان شناسی بیشتر در این زمینه است. و مهمترین کتابی هم که دارن همونطور که اشاره شد القاموس المحیط و القابوس الوسیط الجامع لما ذهب من کلام العرب الشماطیط. این اسم کامل کتاب هست که به قاموس محیط به اصطلاح مشهور هست و ویژگی خاصش هم همین بود که به اصطلاح از آخر کلمه شروع میشه. و بعدها افرادی اومدن روی این کتاب چون خیلی مهم بود شرحش دادن این کتاب رو و خواستن بستش بدن، مثل کتاب اضاءة الراموس، اضافة الناموس علی اضاءة القاموس که این از علامه شمس الدین فاسی هست در مغرب. به اصطلاح امام محب الدین، امام زبان شناسی محب الدین ابی فضل حسینی واسطی زبیدی حنفی از قرن 13 یعنی متوفی سال 1200 یا متوفای 1205 هجری کتاب تاج العروس رو نوشتن در شرح این قاموس که تاج العروس من جواهر القاموس اسمش رو گذاشتن. حتی خطبه ای که ایشون در کتابشون ذکر کرده رو خیلی ها اومدن بعد از اون به اصطلاح شرح دادن و در مورد شرح اون خطبه کتاب ها نوشته شد. ایشون در موردشون می آوردن که خیلی انسان زیرک و خیلی انسانی بود که به علم و دانش خیلی بها میداد. واسه همین میگفتن از برنامه‌ای که برای خودشون در مسیر آموزش علم گذاشته بودند میفرمایند که من هیچ وقت سر به بالین نمیذاشتم مگر اینی که 200 خط رو حفظ کنم و به اصطلاح کتابخانه بسیار بزرگی داشتن و از مؤلفات ایشون میگن که ایشون بیش از 40 و اندی کتاب در زبان عربی و در تفسیر و در حدیث دارن که از جمله کتاب‌های ایشون، کتاب‌های مشهورشون کتاب سفر السعادت یا سفر السعادت هست که هم به فارسی در دسترس هست به نام سفر سعادت و هم به عربی. خود کتاب ایشون که قاموس باشه و به اصطلاح شاهکار علمی ایشون شناخته میشه، این کتاب رو اومدن خیلی ها به فارسی برگردوندن که خیلی نیاز بود. آقای محمد یحیی قزوینی اومد ترجمان اللغت رو نوشت که در واقع ترجمه فارسی همین هست و این اشاره داره کتاب صاحب کتاب معیار اللغت در مقدمه کتابش که میگه که ایشون از کتاب به اصطلاح قاموس استفاده کردن برای ترتیب این قاموسشون آقای قزوینی برای که به اصطلاح کتاب خودشون رو درست بکنن. اعتماد بزرگش، اعتماد اصلیش روی کتاب قاموس بود. کتاب دیگه هم به اصطلاح امام لغت شناس به هر حال یه چیز زیبایی که به اصطلاح برخی از عزیزان شاید این رو متوجه نشده باشند و ندونن اینی که همیشه یا به طور عموم هر زبانی توسط افراد خارج از اون زبان بیشتر خدمت میشه. یعنی مثلا که زبان عربی رو خب عربا نیازی نبود که بیان کتابایی برای نحو و صرف و بلاغت و اینا بنویسن اون وقتا که به اصطلاح عربی
قوی بود. خب نیاز بود که چی؟ افرادی دیگه، فارس ها، ترک ها، هندی ها برای آموزش زبان عربی نیاز داشتند که به اصطلاح یک قواعد و مرامنامه های یا قالب بندی زبان رو کشف کنن. اونها نیاز بود که کتاب های بنویسند. واسه همینه که ما میبینیم مثلا بزرگترین لغت شناسان، بزرگترین علمای نحو و صرف و بلاغت، اینا یا از سرزمین ما هستند، یا از هند هستند، یا از ترکیه هستند، از خود عربا نیستند. و همچنین مثلا وقتی میخوایم ببینیم که بیشترین خدمت رو به زبان فارسی کی کرده، میبینیم که مثلا ترکا بهترین خدمت رو کردن، یا هندیا بهترین خدمت رو کردن در به اصطلاح نگارش زبان، قواعد و نگارش دستور زبان فارسی. بهترین ترجمات مثلا دیوان حافظ رو ما مثلا در ترکیه میبینیم، یا به اصطلاح خدمت هایی که به مثنوی شده در هند و پاکستان. اینا القابوس فی ترجمه القابوس، این ترجمه کتاب قاموس المحیط فیروزآبادی است به زبان فارسی که کی اینو ترجمهش کرده؟ حبیب الله قنوجی. حبیب الله قنوجی ایشون از سرزمین هند هستند، بهشون میگن قنوچی دهلوی، که ایشون به اصطلاح اومدن کتاب به اصطلاح قاموس محیط رو که فیروزآبادی به عربی گذاشتن، اینو به فارسی ترجمه کردن. القابوس فی ترجمه القاموس اسمش رو هم اینطور گذاشتن در زمان سلطان محمد شاه، و در سال 1147 این کتاب رو به اصطلاح تموم کردن ترجمهش رو. و بعد از اون به اصطلاح محمد حبیب الله اصفهانی قنوچی، مشهور به دهلوی، از علمای قرن 12 به دستور محمد شاه هندی نوه امیر تیمور گورکانی، ایشون به اصطلاح این کتاب رو ترجمه کردن. کتاب از بس که مهم بود و نیاز به اصطلاح زبانهای دیگه هم بود، به زبان ترکی آقای عاصم افندی این کتاب رو به اصطلاح ترجمه کردن به ترکی و اسمش رو هم گذاشتن الاقیانوس البسیط فی ترجمه القاموس المحیط، و به اصطلاح به ترکی هم ترجمه شد و به اصطلاح شرحش هم بعداً محمد مرتضی حسینی هندی زبیدی مصری به ترکی هم شرحش کردن. این کتاب به اصطلاح اهمیتش خیلی برای زبانشناسا همونطور که اشاره شد و به خصوص برای به اصطلاح شاعران خیلی های اهمیت بود و نیاز بود که به زبانهای دیگه به این جمله فارسی و ترکی ترجمه بشه که در همون زمانهای قدیم به ترجمه شد. فیروزآبادی در محضر علمای بسیار نامداری تحصیل کرده بودند، از جمله به اصطلاح علمای بزرگی که فیروزآبادی به خدمتشون حاضر شدند امام ابن حجر هستند، امام صلاح صفدی هستند، ابن عقیل به اصطلاح صاحب کتاب نحو و الجمال الاسنوی، از جمله به اصطلاح علما و اندیشمندانی هستند که فیروزآبادی در محضر ایشان کسب علم و فیض کردند. و از جمله به اصطلاح قصه های زیبایی که به اصطلاح برای فیروزآبادی باید یا برای این مرد بزرگ زبان شناس باید به اصطلاح شناخته بشه، اینه که ایشون سفرهای بسیار زیادی رو برای کسب خود به زبان شناسی، یک علم بسیار پرمشقتی هست، در محیط هایی که به اصطلاح اون زبان رسیدن بهشون آسون بود، سرزمین فارس بود که خب این فضای زبان و زبان شناسی نبود، منتقل شدن به عراق بود که براشون بصره و کوفه و این مناطقی که به اصطلاح دانشگاه های بزرگ بودن، اینها هم در شهرهاشون
خب لهجات اومده بود، زبان فارسی تأثیر گذاشته بود بر زبان عربی. اینا باید کسی که دنبال زبان بود باید میرفت کجا؟ میرفت در روستاها و در جایی که عربهای اصیل زندگی میکنن که در اونجا با ملت‌های دیگر زیاد به اصطلاح قاطی نشده‌اند که اصول زبان رو یاد بگیرن. واسه همین هم بود که در اون زمانهای قدیم کسایی که میخواستن بچه‌هاشون خوب تربیت بشن از زبان، شناخت یک زبان برای یک شخصی که ما میخواییم در آینده یک عالم، دانشمند، اندیشمند بزرگی بشه، شناخت دقیق یک زبان خیلی مهم هست. بچه‌هایی که مثلا در محیط‌هایی زندگی میکنن که اونجا خوب زبان یاد نمیگیرن، زبان مادریشون رو مثلا خوب بهشون مادراشون باشون کار نمیکنن، مادراشون به اصطلاح دچار مثلا یک بیماری خود کمتربینی هستن. زبان مادری گفتن به خاطر اینکه مادر وقتی با بچهش حرف میزنه در واقع مادر عاطفه حرف میزنه، با احساسات حرف میزنه. اگه مادر بیاد به یه زبان دیگری غیر از زبان خودش حرف بزنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه که اصلا مادر با عقلانیت مجبور حرف بزنه. اگر پدر با بچهش به یه زبان دیگه حرف بزنه زیاد مهم نیست، خب بچه یاد میگیره، خوبه، یه زبان جدید یاد میگیره. اما مادر هیچ وقت نباید به غیر از زبان خودش با فرزندش حرف بزنه تا فرزند به اصطلاح خوب یه زبان که همون زبان مادری باشه. یه زبان رو بچه خوب یاد گرفت، قالب بندی زبان رو خوب یاد گرفت، زبان‌های دیگر رو یاد گرفتن براش آسون میشه. اما اگر نه، یه زبانی رو خوب یاد نگرفت، ابتدای زبانی که یاد گرفته به اصطلاح ضعیف بود، در آینده هیچ زبانی رو خوب یاد نخواهد گرفت و یک ادیب و یک دانشور بزرگی نخواهد شد. واسه همین اون قدیمی‌ها می‌گرفتن بچه‌هاشون رو می‌بردن تو روستاهایی که اونجا مردم به زبان اصلی فصیح خودشون حرف می‌زدن، می‌بردن اونجا رها می‌کردن تا مدتی به اصطلاح هم فضای روستا بود و به اصطلاح زیبایی طبیعت بود، هم صفا و صمیمیت روستاییان بود و هم هوای خوب بود و هم زبان اصیل. این رو یاد می‌گرفتن. نیاز بود افرادی مثل فیروزآبادی که به اصطلاح در کودکی این فرصت برایشون مهیا نشده بود و خودشون عرب نبودن، اینها نیاز بود که زحمت‌های بسیار مضاعفی رو متحمل بشن، برن به روستاها، به مناطق دوردست و اون به اصطلاح درس، اون به اصطلاح کتابی که اون وقتا نبود که خودشون باید تألیف می‌کردن بر زبان روستاییان، میرفتن خوب با دقت به حرفای اونا گوش می‌کردن، اینها رو می‌نوشتن. خود فیروزآبادی یک کتابخانه بسیار بزرگی داشت و هر جا هم میرفت، چون که عالم بزرگی بود، برجسته‌ای بود، همه امیران، همه استاندارا، شهردارای هر شهری از ایشون استقبال میکردن و هدایای زیادی به ایشون میدادن. یعنی از وضع اقتصادی یا درآمدش خیلی بالا بود، اما همه این درآمد رو صرف میکرد به چی؟ روی کتاب و نوشتن و اینا. چون وقتا دیگه به هر حال برگه ها که برگه های عادی نبود، قلم و کتاب ارزون نبود، خیلی به اصطلاح پرمشقت بود و خیلی هم گرون قیمت. و ایشون هم وقتی میرفتن چند تا شتر همیشه بار کتاب داشتن که هر جا که میرفتن کاروانسرای جایی اتراق میکردن، همه این کتاب ها رو پایین می آوردن و مشغول به اصطلاح بحث و پژوهش بودن. در واقع زبان شناسی یک پژوهش میدانی بسیار پرمشقتی بود که زبانشناسان اون زمان متحمل میشدن و فیروزآبادی این کار رو کردن که بعد تونستن این کتاب بزرگ رو تقدیم کنند. و زبانشناسا در واقع استفاده از قاموس زبان برای به اصطلاح دانش آموزا خیلی مهم است. چرا؟ چون که به اصطلاح ترجمه همیشه قاموس هایی که به اصطلاح دانشجو باید ازش استفاده کنه، این یک موضوعی هست که عزیزان باید، به خصوص عزیزانی که میخوان بچه‌هاشون یا خودشون نویسنده ها، ادبا و زبانشناسای خوبی باشند، نباید هیچ وقت یک قاموس زبان مزدوج یعنی دو زبانه را استفاده کنند. عربی فارسی یا فارسی عربی به اصطلاح این یا انگلیسی فارسی، این رو به هیچ عنوان نباید استفاده کنند. باید قاموس تک زبانی رو استفاده کنند. قاموس تک زبانی وقتی شما دنبال یک کلمه میگردید، این قاموس میاد به شما نه اون کلمه رو یاد میده، بلکه اون
کلمات مترادف، به اصطلاح صیغه های مختلفی که از اون کلمه ساخته میشه و استعمال های مختلفی که اون کلمه به معانی مختلفی که میتونه داشته باشه و به اصطلاح مصدری اون کلمه، طریق شیوه استفاده ماضی، مضارع اون کلمه، همه اینها رو در قالب چی؟ در قالب مثال زنده میده و شما به اصطلاح رفتید یک کلمه رو یاد بگیرید، 10 تا 15 تا کلمه یاد گرفتید، 10 تا 15 تا جمله یاد گرفتید، شیوه های مختلف استفاده از این کلمه و شکلگیری این کلمه در زمانهای مختلف و در صیغه های مختلف، همه اینها رو قاموس یاد میده. این زحمتی بود که عزیز خودمون بچه کازرون حضرت ابو طاهر مجدالدین محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متحمل شدن. خداوند این عمل با شکوه ایشون رو مورد قبول خودشون قرار بده. این فردی که مایه فخر سرزمین فارس هست و مایه درس و عبرت هم برای فرزندان ما که بدونن نیاکانشون چه انسانهای وارسته و چه زحمتهایی رو کشیدن و تونستن چه نامه‌های بزرگی رو بیادگار بذارن برای تاریخ بشر و مایه فخر بشر بشن و تا روز قیامت زحمتهاشون قابل ارج هست و کتابخانه‌های بزرگ جهان همیشه مزین هست به زحمت‌های این بزرگان. تا آشنایی با یک امام دیگر و یک شخصیت پرفروغ دیگر، همه شما عزیزان رو به الله منان می‌سپارم.